گروهی از دانشجویان دانشگاه اگراری تاجیکستان که برای تجربه آموزی به شهر چلیابنسک روسیه رفته بودند، به کارتوشکاچینی، قصابی و گاودوشی سفربر شدند. اداره مهاجرت روسیه آنها را برای نداشتن پتنت جریمه کرده است. این گروه 19 نفری دانشجویان روز 22 سپتامبر در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفتند که در یک شرایط سخت کار و زندگی میکنند و مبلغی برای بازگشت به وطن ندارند. فاروق شریپوف یکی از این دانشجویان گفت که 4 ماه پیش مأموریت دانشگاه اگراری تاجیکستان اعلام کرد خواهشمندان را برای تجربه آموزی بر روسیه میفرستد. او گفت بر اساس شرطنامه آنها باید درس میخواندند و هم کار میکردند. برایشان ماهانه تا 24,000 روبل استیپندیا نیز وعده شده بود، اما او میگوید از درس و استیپندیا هیچ خبری نیست. وی گفت فقط کار میبرن مونا، تمام درس باید میخوندیم، درس نبود. خیلی ما را در دانشگاه گفتن که اوجا میره کار هم هست، اینه که با درس میخونیم روزای شنبه بزرگ و خدمه مدت در روز 8 ساعت کار میکنیم، در یک هفته 3-4 روز کار با درس با خیر روزای اودیخی هست، شنبه بزرگ روزای و خدمه ما اومدیم فقط کار یک در یک هفته 7 روز پره کار است، در یک ماه پره کار میکنیم. دانشجویان میگویند باید تا ماه اکتبر امسال به وطن برای ادامه تحصیل برگردند، ولی در جیبشون پول ندارند. فخرالدین سنگینوف دانشجوی سال پنجم بخش طبی وترینری دانشگاه اگراری تاجیکستان گفت بر اساس قرارداد باید آنها راههای طبابت حیوانات را میآموختند، ولی اینجا کارشان تنها گاودوشی و قصابی است. 5 ساعت تو ساعت هر دیگر ما کار می‌کنم. ما نمی اومدیم اینجا، ما خوندیم که ما را پدرم و مادرم دیدن اونجا گرفتن خوندن، گفتن که خیلی تجربه آموزی در خارج باشه، خیلی ممکن تجربه آموزی نسبت به تاجیکستان خیلی نقص‌تر باشه، ممکن خیلی سوزه برای خودشون که پدر مادرم با در تجربه آموزیشون نشون دادن که برنامه تجربه آموزی دادن این زبان روسی، زبان انگلیسی، شیمی، فیزیک هم دانشگاه درس میدن، معلم رویگون درس میدن. ما به خاطر یاد گرفتن زبان‌های خارجی خیلی به همین جا اومدیم. محمد شریف غایبوف دانشجوی دیگر این دانشگاه میگوید در یک بنای نامپذیر بیکار خوابیده زندگی میکنند که هیچ شرایط ندارد. اکجان در این شرایطی که هست که اون مزدک کردن ممکن در همون ترمای هم تویستان هم خیلی نباشه که خوابگاه مثلا در تویستان هم خوابگاه داریم، این خیلی نیست که خوابگاهش هم قدر مشکله بود، این خیلی بد نیست که اکا ما وترنر فارماسی ما تاجیکستان میریم، مثلا ما در حسابات میسپارم، ما میبرم چی میگم مجبورم که هیچ ندانستم معلوم سون بودم بس میگم من کارم و برام دستم معلم کتابو دستم نبودم چرا اصلا بگیرم مثلا حسابات من بگیرم چیکار کنیم اصلا نمیدونم. این دانشجویان میگویند که از وضع کار و زندگی خود بارها مسئولان دانشگاه اگراری را در جریان گذاشتند ولی جوابی نگرفتند. زیبونیسا باباخانو و معاون رکتور عاید به کارهای بین المللی دانشگاه اگراری تاجیکستان روز 22 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت واقعا این گروه دانشجویان بر اساس شرطنامه برای تجربه آموزی بر روسیه رفتند، ولی تا حال از آنها هیچ شکایت رسمی دریافت نکردند. چوی ما میرفت، من نمیدونم تو کدام درجه و این کار کردن، همه ساله بچه‌های ما میرفتن، یگون خیلی شکایت یگون بر شدگی نیست. یک گروهی کلانتر روی کردن ممکنه که نمیدونم تو با بچه با نخورم، من حاضر هیچی گفته نمیتونم که ممکن در بین او شخصانی است که تربیه خوب ندارد، من نمیدونم. ماه ایون امسال تقریبا 30 دانشجوی دانشگاه اگراری تاجیکستان به شهر چلیابنسک روسیه برای تجربه آموزی رفتند. مسئولان دانشگاه اگراری تاجیکستان میگویند که برای سفربری این گروه دانشجویان از وزارت معارف و علم و وزارت کشاورزی اجازت گرفتند. از 25 نفری سفربر شده حالا 6 نفر برگشته، 19 تن دیگر در آنجا قرار دارند.